خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. آخر اوگوست و نیمه سپتامبر در سمرقند گذشت. به دیدار و صحبت خویشاوندان و دوستان می رفتم. مجلس و محفل ها می آراستیم. حس می کردم که 5 سال دوری از سمرقند به پیوند و علاقمندی های خویشاوندی و دوستی خلل وارد نکرده است. هم آدمان، هم شهر و باغات سمرقند مثل دوره های بچگی و نورسی به دل و دیده نزدیک و قرین بود. صحبت و هم نفسی و هم نشینی و خاندانمان خود یک سعادت بزرگ بود. ما 4 فرزند بودیم و هر یک به کمالات و درجه دانش عالی رسیده بودیم. هر یک خصلت و عادات خاصه خود را داشت. لیکن بین ما مویی از بیگانگی و اختلاف نبود. مهربانی و محبت بین ما امروز هم پایدار است. به نظرم مهر و گرمی بین ما فرزندان به خصلت و سیرت پدر و مادرمان موقوف بود. مادرمان ترتیب خانه‌داری را چنین ساخته بود که وقت طعام در ساعتهای معین سری دسترخوان باید همه جمع باشد. صحبت پدرمان سری دسترخوان چنان شیرین و ظریف و پندآموزانه بود که لذت و مزه خوراک را یک بر چند می افزود. پند و نصیحت‌های خشک‌مزاجانه و آمیرانه و داناتراشایانه نمی کرد، بلکه بیت یا پاره شعری در موردش می آورد که گرانی پندآموزی را حس نمی کردیم. مثل غذایی بود که می خورند و لذتش را حس می کنند و قوه هاضمه غذا را با کدام راه به جسم و روح شما می رساند نمی بینید، ولی نیروی حیات شما از آن ریشه می گیرد. مادرم خدا رحمت کند زنی رحمدل، خیرخواه و دور از کینه و کینه‌جویی بود. گاه می شد که یکی از ما در عین خشمگینی از کردار ناشایسته همسالمان می گفتیم: وی به من همین خیلی رفتار کرد، به وی از این بدترش را نشان می دهم. هرگز این کار رو نکن، وی کرده است تو نکن، تأکید می کرد مادرم. هرچند به سن بلاغت رسیده بودم، اما آغوش گرم خانه را ترک گفتن چندان آسان نبود. گاه فکر می کردم که آیا در استالین آباد مرا چی پیش می آمده باشد؟ به این سوال جواب نبود. فقط باور داشتم که مرا چون از یک باغ به باغستان دیگر می برند. آنجا مرا آب و هوا و خاک موافق و مساعد منتظر است.